من یه سیستمی دارم تو زندگیم به اسم راهپیمایی‌های طولانی مدت. بعد توی این راهپیمایی طولانی مدت من همینجوری شروع می‌کنم راه میرم اصلا حرکتمو قطع نمی‌کنم، ماشینا بوق می‌زنن، مردم به من تلک میگن، ماشین از اون رد میشه، برف میاد، بارون میاد، ولی من همچنان به راه رفتن ادامه میدم. الان اگه سوار شدم بخاطر اینکه خیلی خیس شده بودم، یعنی حوصله راه رفتن دیگه نداشتم، خسته شده بودم. بعد به خاطر اینم هیچی نمی‌شنوم برای اینکه تو گوشم موسیقیه. بعد یعنی تمام مدت دارم موسیقی گوش میدم. تو چی؟ تو به موسیقی گوش میدی؟ اون وقت چی گوش میدی اگه گوش بدی؟ چون میدونی من آدما رو از اون موزیکی گوش میدن طبقه بندی میکنم، یعنی اینکه مثلا مهمه بدونم کسی بلوز گوش بده یا جاز گوش بده یا موسیقی آلترناتیو گوش بده، یا مثلا من فکرش باز باشه اول باخ گوش بده بعد موسیقی آلترناتیو گوش بده بعد همه رو پشت سر هم گوش بده و تا هیچ مشکلی هم نشه. بعد حالا چی گوش میدی؟ من داریوش گوش میدم. نکتهش گرفتم. دیگه برنامه زنده است و بله مسائل خودش رو هم داره. عرضم به خدمتتون که مریم جان سر فیلم نفس عمیق خودمونی‌تر بگم، خاطرم هست مردم مخصوصا مثلا همه خیلی عاشق تو شدن. خود من یکیش تعریف از خود نباشه. بله خیلی همه عاشقت شده بودن، خیلی همه عاشق اون کاراکتر آیدا شده بودن، بارها میرفتن اون فیلم رو میدیدن به خاطر اون کاراکتر. از خیلی زندگی ها رو به هر حال دگرگون کرد. این اتفاق چقدر در زندگی خودت تاثیر گذاشته بود اون سالها؟ مثلا خودت فهمیده بودی همچین اتفاقی افتاده؟ والا واقعیتش رو بخواین یه وقتش خیلی اذیتم کرد اون اتفاق، به خاطر اینکه من حتی هنرهای زیبا هم یعنی رشته بازیگری رو انتخاب نکرده بودم و بعدش هم واقعیت که اذیت هم کرد، برای اینکه مثلا مثال میزنم موقعی که 1 سال یا 2 سال بعدش من با یه گروهی که بچه‌ای بودن که همیشه با هم کار میکردیم کارمون ارائه دادیم، همه اومده بودن اون فیلم رو ببینن و خیلی آزاردهنده بود برای اینکه اصلا توجه نکرده بودن که ما چه کاری داریم انجام میدیم، حتی بروشور رو نگاه نکرده بودن که بابا خب قرار نیست به اون سمت اصلا بره. اصلا منکر خوب بودن اون کار، منکر اینکه خب اون کار یه سری فضاها رو واسه من ایجاد کرد که اصلا این علامت سوال ایجاد بشه که تو یعنی دیده بشه کار، دیده بشی به عنوان یک کسی که داره کار هنری میکنه. آره این فضا رو ایجاد کرد، ولی به تناسب نوعی هم که اون فیلم بود، فضایی که داشتش، یه انتظاراتی بود که تو به یه شکلی از همه طرف بهت فشار میمد اون انتظارات رو برآورده کنی و من چون انتظارات رو اصلا نمیخواستم برآورده کنم از یه سمت دیگه مورد فشار قرار میگرفتم. خود کارگردان گفته بود یه جوری بازی کنی که اون حس القا بشه که مردم عاشقت بشن، یعنی اون قضیه یا خودتون جوری بازی کرد یا خودتون جوری اصلا؟ ولی واقعیتش اینه که خب اون دختر خب آیدای نفس عمیق به عنوان یه آدم هایپر اکتیو خب من بهش نگاه میکردم و خب یه بخش هایپر اکتیو هر آدمی داره. حالا اون بخش هایپر اکتیو اون آدم شباهتاش نمیدونم. خودت هم اونجوری بودی واقعا اون دوره؟ آره. آخه ببین خیلی موقعیت‌های اجتماعی و شرایطمون با هم دیگه فرق داره. نه اون بحث هایپر اکتیوش و شیطنتی که نه اون مدل شیطنت اون آدم با مدل شیطنتی که من داشتم و دارم به نظر خودم فرق داره، برای اینکه قصه هامون خیلی فرق داره، خواسته هامون هم خیلی فرق داره. بعد واقعا چند نفر عاشقت شدن اون موقع یادت؟ نکن دیگه. نه جدی سوال کاملا جدیه. واقعا این بخش از کار بازیگری همیشه واسه من یه مقدار آره، برای اینکه با واقعیت اون چیزی که تو هستی سرکار نداره و با یه فضای خیلی ساختگی در ارتباطه. اون بخش همیشه اذیت هم میکرده. آره ولی اون که اون شخصیت دوست داشتنیه، آره من خودم دوستش دارم. نیما جان از تو چه بهم؟ خود من هم جزو عشاق مریم پالیزبان بودم اون زمان.
جدی میگی؟ به سنت خدا کم بود اون موقع کیومرث آخه. سن کم و زیاد نداشت آقا. 7-8 بار رفتم فیلمو دیدم. بعد رفت من که بیشتر دیدم و حالا یه چیز جالب بگم، تو اون فیلم یه شعری میخوند مریم. آره یادت نمیدونم با اونا رو آقای دعوت دعوا کنیم و می‌کرد چون ببریم تو داریوش حموم گوش و اینا. می‌دی. بعد من از روی این شعر کلی شعر گفتم، بعد میرفتم تو مدرسه میخوندم و فکر می‌کردم من خیلی آدم خفنیم. ولی نیما جان من خیلی بعد بیشتر تو رو درواسی مجبور شدم شاعر شم بعد اون. شاید من باورت من نشه. اصلا سر اون به هنر علاقه پیدا کردم، یعنی اون اصلا باعث من شد سر برم به همون سمت شد هنر. که به شعر و نوشتن و اینا روی آوردم. خیلی نکات مثبتی. زندگی من داشتم پزشکی میخوندم، من داشت قرار بود پزشکی بخونم دانشگاه تهران، رفتیم من- نفس عمیق دیدیم یهو اصلا این زندگی خوبه. حالا اینکه تو میگی رفتم به دنبال جالبه. آیدا. حالا من یه چیز جالب آیدا بگم، بود؟ من با دختر عموم عقد کرده بودم اتفاقا همون موقع. ما از بچگی اسممون رو هم بود. سر همین فیلم ما جدا شدیم. کیومرث جان، من همیشه دیگه از اون روز بعد یه شرطی تو زندگیم داشتم که دختر مورد علاقه من بارونی قرمز داشته باشه. دختر مورد علاقه سیاه من باید می‌کشید به هم اسمش می‌خوردم آیدا چی. باشه. جانم سر ببین همون شد که ما اصلا ازدواجمون به هم خورد، خانوادهمون از هم پاشید. پدر من بزرگ منو از داریوش ارث گوش محروم میدادم، من کرد. داریوش گوش میدادم چون تو اون فیلم میگفتش که داریوش گوش نده دیگه گوش نمیدادم. من میرفتم در خوابگاه وای میستادم که یه دختره بیاد بیرون. سالها بعد من رفتم دنبال مریم پیداش کردم تو سالها، بعد تو 360 هی نامه میزدم، یادش رفته هی نامه میزد. اون موقع بله. که گرگ صابونی مینوشت و اینا. آقای هی کیومرث ناخوان- خان، من رفتم درس خوندم. رفتم انقدر درس خوندم که نمرام بیاد بالا که بتونم من یه انقدر دانشگاه تحت گوش تاثیر بودم بده. نتونستم اجازه درس خواهش بخونم. اجازه بده دستاتو بالا نبر که اپلای کنم بیام یه دانشگاهی تئاتر بخونم که بعد ایمیل بزنم به پالیزبان بگم که اون فیلمتو برای من بفرست، که وقتی فیلم رو فرستاد آدرسش بیاد دستم بتونم کادو براش بفرستم. برو آقا حالا بودی؟ من درس نتونستم بخونم. من ترک تحصیل کردم، افتادم دنبال عشق و عاشقی، درس نخوندم. خوشحالم که اون فیلم درصد واسه خود یه دقیقه شما لطفا صحبت نکن آقای کیومرث خان. آقا من ادامه نمیدم. من قطع میکنم. خودتون صحبت کن. برو آقا برو، هر جا میخوای برو، من هیچ کاری با تو ندارم. آقا قرار بود من صحبت کنیم من با این صحبت ولش کن. آقا من برو عمو، خدا. چی فکر کردی؟ من سر این چیزا شوخی ندارم با کسی. جوونیمو گذاشتم پای اون فیلم. وای کیومرث بگو برگرده بابا، زشته آخه. بذار بده بابا بره برگرد. من اصلا برنامه زنده است به خاطر مردم. برگرد آقا نشکنه خواهشن لطفا نشکنه. نیما جان بیا. نیما من غلط کردم، من اصلا ندیدم اون فیلمو. نیما جان من ندیدم اون فیلمو، بیا.